سلام به روی ماهتون، خیلی خوش اومدید به یک کلاس دیگه. توی کلاس امروزمون قرار تمرینای تخصصی داشته باشیم برای کسایی که قوز پشت دارن، سرشونه هاشون افتاده رو به جلو شده و اگر که شما هم موقع ایستادن و نشستن نمیتونید صاف بشین، عضلات بکتون ضعیفه، این کلاس مخصوص شماست. اگر که موافقید با هم شروع بکنیم. من شکیبا، مربی یوگا و مدیتیشن و قراره که تمرین امروز شما رو همراهی بکنم. برای کلاس امروزمون نیاز به یه جفت آجر و یک کمربند یوگا داریم که اگر ندارید از هر وسیله جایگزینی میتونید استفاده بکنید. میخوام برای شروع همگی روی دوتا زانوتون بشینید. اگر که زانو درد دارید میتونید بین پاهاتون آجر قرار بدید که این فاصله بازتر بشه و روی آجر بشینید. همینطوری که نشستی کمربندتون رو بیارید. از کمربند حوله اینجا میتونید استفاده بکنید که حالت کشسان نداشته باشه. شما از هر وسیله‌ای که حالت کشسان نداشته باشه میتونید برای تمرین استفاده بکنید. فاصله دستاتون روی کمربند 2 برابر عرض شونه هاتون باشه. از دو طرف کمربند رو میگیری، نافتو میخوام کامل بکشی به سمت داخل، شونه ها رو رول کن به سمت بالا عقب. حالا از دو طرف کمربند رو بکش، آروم دستمون رو میکشیم به سمت بالا، میبریمش به سمت عقب، همینجا نرم برش میگردیم. اگر این فاصله واسهتون کمه، باعث میشه که آرنجتون رو خم بکنید یا خیلی فشار داره توی سرشونه هاتون میاره، میتونید فاصله دستاتون رو روی کمربند بیشتر کنید. اگر نه فاصله کمه، همچنان میتونید دستاتون رو به هم نزدیکتر بکنید، واسه خودتون چالشی ترش بکنید. به طور کلی خیلی مهمه که شما با توجه به بدن خودتون به صدای بدنتون در طول تمرین گوش بدید و همون رو انجامش بدید، یعنی کیف کنید با تمرین. آروم دستتو قشنگ، فقط ما عقب کشیدن رو نمیخوایم، میکشیمش به سمت بالا، حالا میبریم عقب. توی حرکت گودی کمر ایجاد نمی کنیم. پشت صاف کشیده، شکم بازن کاملا منقبض، سر در راستای ستون مهره ها. اگه دقت کنید من هی دارم میلیمتری دستم روی کمربند به هم نزدیک میکنم، چالشش رو بیشتر میکنم. در عین حال کشش زیر بغل رو دارم حسش میکنم. عالی، 3 تایی دیگه. 2 بالا آخریش 1. دستتو بکش بالا، نافتو بکش داخل و برش گردون. همینجا فاصله دستاتون رو روی کمربند به اندازه عرض شونتون بکنید، یعنی من این فاصله رو میگیرم. انقدری میخوام کمربند رو از دو طرف بکشی که انگار واقعا قراره کمربند رو پارش بکنید. میکشم، دست رو میکشم بالا، نافم رو اول میکشم داخل، قشنگ تیلت لگن ایجاد میکنم و دم میگیرم با بازدم. بازوهام از دو سمت کامل خم صاف میشه. خم از دو طرف بکش صاف. عالی. 5 4 3 خیلی خوبه. 2 و 1. حالا همینجا بکش به سمت پایین، کمربند از دو طرف بکش، نگاهت رو به رو باشه، نگه دار. 5 4 3 2 و 1. آروم کمربندتون رو بذارید کنار، بشینید همگی روی زانوهاتون، دستاتون زیر سرشونه باشه، کامل. یه دم عمیق بگیر، قفسه سینه رو باز کن، کمرت رو بفرست به سمت پایین و با بازدم پشتتو گرد کن. دوباره دم بگیر، قفسه سینه باز. آروم بازدم، مجدد دم. اصلا عجله نکنید. آروم بازدم. خیلی خوبه. 2 تایی دیگه. دم و بازدم. این حرکت لگنتون خیلی مهمه. دم بگیر و آخرین تکرار بازدم. حالا میخوام آروم دستاتو بکشی به سمت جلو، قشنگ سینه‌تو به زمین نزدیک کنی، آروم با دستاتون حرکت کنید به سمت سر مد
بچه‌هایی که دیسک گردن دارید اینجا پیشونیتون رو زمین بذارید، بقیه چونتون رو بذارید، میتونی لبه مت رو بگیری، سینه‌تو قشنگ برسون. بمون برای 5 شماره. 5 4 3 2 1. حالا بدنتو آروم رول کن، همگی بخوابید روی شکمتون. همینجا که خوابیدی روی شکم، میخوام دستا رو بکشی به سمت جلو. شکم کیپ، باسن کیپ باشه کامل. دست راست تو آروم بیار به سمت بالا. حالا نرم دست چپ رو بیار بالا. دوباره تکرارش کن. دست راست سر در راستای ستون مهره های پیشونیم روی زمینه. اصلا به گردنم فشار نمیارم. دست چپ راست چپ. باسن کیپ. عالی. 5 تای دیگه. 4 تای دیگه. 3 2 و 1. به آرومی دستا رو یک کوچولو نزدیک میکنم به بدنم. وقتی که دستاتون نزدیک شد، روی ساعد قرار گرفتید، کف دستتون رو فشار میدید، دست جدا میشه، برش میگردید. دوباره کف دست فشار، برگشت. 5 شماره. 4 3 2 و 1. همینجا نگه دار. فاصله گوشتون تا سرشونتون باید اندازه 1 وجب باشه. نمیخوام این اتفاق بیفته. قشنگ سرشونه رو از گوشتون دور بکنید، باسنتون رو منقبض بکنید، نگه دارید. 5 شماره. 4 3 2 و 1. آروم با کمک دستت بشین مجدد روی متت. این بار آجراتون رو بیارید. میتونید از جعبه دستمال کاغذی هایی که سفت محکم ترم استفاده بکنید. ارتفاع آجرتون رو روی کم بذارید. دستاتون رو بذارید روی آجر و همینجا قفسه سینه رو بکشید به سمت پایین. قشنگ سینه باز. عالی. آخیش بمون. 5 4 3 2 و 1. حالا ارتفاع آجر رو ببرید روی حالت متوسطش، یک کوچولو بیشتر برد بشه. این بار آرنجاتون رو بذارید روی آجر و کف دستاتون رو توی همدیگه قلاب بکنید. حالا با زانوها حرکت کن به سمت عقب، سینه رو بکش پایین. 5 4 3 2 و 1. نرم برگردید. همینجوری که رو زانوهاتون هستید، میخوام آجراتون رو بذارید و روی آجر بشینید. همگی 2 تا آجرتون رو بذارید بین پاهاتون و روی آجراتون بشینید. اگر که اوکی میتونید حالا این فاصله رو کمترش بکنید، یه دونه آجر باشه. اما میخوام یه حس راحتی کامل توی پاهاتون داشته باشه، دیگه هیچ فشار روی زانو نباشه. کمربندتون رو بیارید. دست راستم میاد روی کمربند قرار میگیره و کمربند میاد کنار پای راست من به سمت پشت اینجا. اوکی؟ از سمت چپ بخوام نشون بدم دوباره اینه. حله. پس از اینجا میارم میبرمش به سمت پشت. از سمت چپ من برم که شما بهتر ببینید. کمربند رو توی دستم میگیرم. اون یکی دستم میذارم رو کمربند. آروم. حالا بچه‌هایی که سختشونه میتونن اینجا یه آجر دیگه شونو بذارن زیر دستشون، ازش این استفاده رو بکنن. آروم شروع میکنم، چرخش ایجاد میکنم توی کتفم، رفت و برگشت. دوباره به آرومی رفت و برگشت. تو تمام مدت دارم باز شدن قفسه سینه‌مو حسش میکنم. دم، سینه باز، باز دم، مجدد دم میگیرم، آروم باز دم، 3 تای دیگه،
و آخرین تکرار دم و بازدم. بریم برای سمت دیگه. شما نباید وزنتون رو لم بدید روی دستی که پشت روی زمینه. ما این دست رو میذاریم برای اینکه کمربندمون تکون نخوره و یه حالت تعادلی باشه، اما وزن ما روی پاهامون هست، روی لگنمون که نشسته روی آجر، روی این قسمت ها تقسیم شده، پس فقط اونجا نیستش. حالا آروم دوباره کمربند رو میگیرم میکشم. خیلی خوبه. حالا هرچی که بخوام این چالشش بیشتر شه، فاصله دست بالایمو روی کمربند نزدیک ترش میکنم، اینجوری کوچولو کوچولو نزدیکش میکنم که این فاصله بیشتر بشه. عالی، اصلا عجله نکن. خیلی خوبه. 3 تای دیگه. دو. و 1. عالی. آروم کمربندتون رو بذارید کنار، آجراتون رو میتونید بذارید کنار و بایستید. همگی کنار یه دیوار میخوام باشید. 2 تا دستتو بذار کامل روبروی سرشونه هات روی دیوار. همینجا با پاها قدم بزن به سمت عقب. قفسه سینه رو بکش به سمت پایین. اگر که دیسک کمر دارید، اگر که درگیری سیاتیک دارید، اینجا میتونید یه کوچولو زانوتون رو خم بکنید. اگر هم که بازم سختتون انعطافتون کمه، بازم میتونید خمش بکنید. و این سینه رو بکش پایین 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 پایین. اجازه بده قشنگ قفسه سینه‌ت بیاد به سمت پایین. نگهدار. باید سر شما دستاتون رو کامل اینجا رد بکنه. بمون. عالی. برای 10 شماره. 9 8 7 6 5 4 3 2 و 1. عالی. آروم با پشت گرد. حتما مهره به مهره بیا بالا. چطورید؟ خوبه؟ خوب؟ عالی. حالا پای راستتو بذار جلو، پای چپتو بذار عقب. زانوهاتون صاف باشه، چرخش لگن نداشته باشید. 2 تا استخوان لگنشون کامل رو به دیوار باشه. دستتون رو صاف بکشید کامل روی دیوار. دوباره قفسه سینه رو بکش پایین. این بار قشنگ داره پشت پاتون هم علاوه بر کمرتون درگیریشو حس میکنید و همینجا شروع کن پالس زدن. 10 9 خیلی خوبه. 8 7 6 5 آروم جای پاتو عوض کن. بریم برای سمت دیگه. 5 4 زانو صاف باشه. 3 2 و 1. به آرومی برگرد. حالا همگی بچرخید، پشتتون دیوار باشه. لگنتون رو میخوام بچسبونید به دیوار و پاها رو به اندازه 2 برابر عرض لگنتون باز کنید. خوشگل کوچولو کوچولو لگن رو بفرستید بیاد به سمت پایین تا جایی میام پایین که زانوم در راستای خط لگنم قرار بگیره. همینجا دستا رو باز میکنم و میکشمش بالا، برش میگردونم. توی این حالت بچه‌هایی که مبتدی ترن، آمادگی بدنی کمتری دارن، ممکنه خیلی اذیت بشن، میتونید اینجا به جای اینکه بشینید تو حالت والسی، بشینید روی زانوهاتون، کمرتون رو بچسبونید، دستا رو بذارید و دستا رو تا جایی بکشید بالا که از دیوار جدا نشه. ممکنه شما تا همینجا براتون باشه، از اینجا به بعد بخواد جدا بشه، هیچ اشکالی نداره. با تکرار تمرین این حرکت‌ها اوکی میشه، پس اصلا جای نگرانی نیست. 10 9 عالی. 8 7 6 و 5
5 آروم دستا رو رها کن. تو حالت والسید که میرید خب چالشش بیشتره، هم پایین تنتون رو علاوه بر بالا تنتون تحت تاثیر قرار میده، هم از همه نظر جذابیت حرکت رو بیشتر میکنه. حالا بشینید همگی روی زانوهاتون، دو دستمو میذارم روی زمین، کف دستا کامل رو زمین، انگشتا باز دست چپمو میکشم به سمت بالا، یه دم میگیرم، با بازدم از زیر دست دیگه ردش میکنم، قشنگ قفسه سینه رو هل میدم باز بشه. آخرش دوباره برمیگردم سمت دیگه، دم میگیرم، آرومی میرم بازدم، فشار، قفسه سینه باز. آها خیلی خوبه. آروم برمیگردم. 2 تا دستتون رو میخوام بکشید به سمت بالا، نافتون رو بکشید به سمت داخل، انگشت اشاره انگشت شستتون روی هم باشه. به آرومی دست رو میکشم عقب، برش میگردونم. اگر که از پشت بخوام بهتون نشون بدم، این کمر من اینجا اینجوری گودی کمر ایجاد نمیشه. نافم رو کشیدم به سمت داخل، باسنم رو رول کردم به سمت پایین، حالا دست رو میکشم عقب. تفاوتش رو ببین، این میبینی؟ توی حالتی که دارم از کمر میزنم، از گودی کمر استفاده میکنم، دائما داره اینجا فشار ایجاد میشه. اما وقتی دیگه از گودی کمر استفاده نمیکنم، نافمو میکشم داخل، باسنم رو رول میکنم پایین، اتفاقی که میفته اینه که قشنگ از کتف و سرشونه های من، یعنی اگر که این حالت باشه به این حالت تبدیل میشه. علاوه بر اون این عضلای بکی که من خودم عاشقشونم، یعنی دیگه همه شاگردای من توی کلاس میدونن، توی کلاس من یه بخش جدایی رو کامل اختصاص میدم برای ساختن این عضله‌های بک، چون هم خیلی خوشگله، هم نگه دارنده بدن، اینجوری بدنتون صاف و خوشگل میمونه. 3 تای دیگه، 2 و 1. حالا آروم دراز بکشید همگی روی شکمتون، دست راستتون در راستای سرشونت صاف کن، دست چپ میاد کنار سینه، صورتتون از سمت راست روی زمین قرار میگیره. حالا به آرومی بدن رو میچرخونم، پای چپم میاد پشت بدنم، قفسه سینه رو باز میکنم، نگه میدارم. عالی. برای 5 شماره، 4 3 2 و 1. حالا آروم میچرخم میرم سمت دیگه. دوباره دست چپم صاف در راستای سرشونم و دست راستم میارم کنار سینه. حالا میچرخم. آخیش از این تمرین مورد علاقه های منه. عالی. به آرومی همگی دراز بکشید روی متیتون، پاتون رو شل کنید، دستاتون رو رها کنید، دستا کامل رو طرف بدنتون باشه، کف دستا رو به سقف، بدن ریلکس. حالا به آرومی میتونی روی دنده سمت راستت بچرخی و بشینید روی متتون. کلاس امروز بهتون کیف داد. تمرین امروزه که از اون تمریناییه که شما برای اینکه نتیجه بگیرید، برای اینکه قوز پشتتون رفع بشه، این افتادگی سرشونه ها رفع بشه، سرشونه های خوشگلی داشته باشید، دست کم 2 بار تو هفته لازمه که تکرارش بکنید. میتونید توی کلاس‌های آنلاین و آفلاین منم شرکت بکنید به صورت تخصصی با تمرینای بیشتر روی تک تک ناهنجاری ها و در کنار اون انعطاف و قدرت و فرم گرفتن بدنتون کار. تو اطلاعات دوره ها رو اینجا واسهتون میذارم. خوشحال میشم که سر کلاس من ببینمتون. اگر تا اینجای ویدیو با من تمرین کردی یه قلب سبز خوشگل توی کامنت ها برای من بذارید و بگید دوست دارید ویدیو بعدی راجع به چی باشه. ممنونم که اینجا همراه منی.
میبوسمت تا ویدیوی بعدی.